جاذبه تبلیغاتی اجتماعی هم یک مثالی اگر براتون بزنم، شرکت ایکی هست که زیراندازهای فوق‌العاده عالی رو تولید میکرد و یکی از طراحان لباس فیلم گیم آف ترنز شنلی رو دوخت که دقیقاً متریالش از همون زیرانداز بود و بازیگر معروف و سوپرستار اون فیلم اون شنل تنش بود و ایکی اشاره‌ای کرد به اینکه مرغوبیت زیراندازهای من انقدر زیاده که حتی با اون میتونن لباس بدوزن و شنل درست بکنن و یک سلبریتی از اون استفاده کرده و فوق‌العاده در اون زمان سال 2017 این تبلیغ جواب داد و خب مردم برای اینکه تقلید بکنن خیلی از این زیراندازها رو خریدن و خب با افتخاری هم می‌خریدن که تقلید کردن و این فوق‌العاده فروش خوبی رو رقم زد.